در 3 سال اخیر بانوان در کشور بیشتر به تجارت آنلاین رو آوردند. ژیلا یکی از بانوانی است که بیشتر از 2 سال می شود به تجارت آنلاین رو آورده است. او از این طریق برای 11 تن دیگر به شمول 10 بانو و یک آقا زمینه کار را مساعد کرده است. این تقریبا 2.5 سال میشه که ما کار خود آغاز کردیم و دیگه فرمایش میگیریم از مردم به صورت آنلاین فرمایش میگیریم و طبق فرمایششان چی لباس گند افغانی باشه، چی اگر کدام بخش دستکول دوزی باشه یا مور دوزی است یا خلاصه وسایل دستی زنا دیگه صنایع دستی، کار ما خوب است، فعلا خوب است. دمی اواخر تجارت آنلاین خوشبختانه رونق پیدا کرده و ما می فرمایشات ما نسبت به سابق بیشتر شده فضل خدا. مثلا روزانه ما در حدود 4 یا 5 فرمایش میگیریم لباسای عادی و همچنان لباس گند افغانی. مثلا هفته 2 دانه 3 دانه ما فرمایش میگیریم. با وجودی که تجارت‌های آنلاین در افغانستان رو به رشد است، اما این تجارت پیشه ها میگویند خرید فروش آنلاین نمیتواند جایگزین کارهای حضوری شود. طبق آمار سازمان بین الملل، تجارت‌های الکترونیکی یا بازار آنلاین در جهان رشد چشمگیر دارد. در کشورهای جهان سیم اما این کسب کار چالش‌هایی را فراراه خود دارد که بازرگانان با آن روبروند. دکتر سخیداد مهدیار استاد دانشگاه و آگاه اقتصادی میگوید که تجارت آنلاین میتواند تاثیر مثبت بر اقتصاد ما داشته باشد. بر اساس تجربه تاریخی دیگر کشورها میتونیم بگوییم که تاثیر تجارت آنلاین روی اقتصاد کشور ما هم میتونه مثبت باشه. البته مثبت بودن تاثیر تجارت آنلاین در افغانستان بستگی به عوامل مختلف دیگه هم میتونه داشته باشه که بعداً با اونها اشاره میکنم که اگر او عوامل در نظر بگیریم تاثیرش بیشتر میتونه باشه، یعنی روی اقتصاد کشور. ولی در شرایط فعلی با وصفی که امکانات کم در افغانستان وجود داره، یعنی هنوز هم زمینه تجارت آنلاین با اون شکلی که در دیگر کشورها وجود داره در افغانستان مساعد نشده، باز هم میتونه تأثیری مثبت نسبی روی اقتصاد افغانستان بگذاره. دلیلش هم در است که امروز خانم ها عملا در بیرون نمیتونه کار بکنه. اگر اینا به تجارت آنلاین رو بیاره، حداقل یک فرصت کوچکی برای اشتغال در نیمی از قشر جامعه به وجود میاد که خودش هم یک فرصت مثبت است. فرح ملک یکی دیگری از بانوانی است که در ولایت کندوز به تجارت آنلاین رو آورده. عدم آشنایی مردم به تجارت آنلاین، عدم دسترسی به تکنولوژی، معیاری نبودن سرک‌ها را چالش‌های صدراهش دانسته و این چنین میگوید: استفاده نکردن اکثر مردم از تکنولوژی، آگاه نبودن مردم از تجارت آنلاین و همچنان نبود کردیت کارت در افغانستان، نبود پستخانه ها یکی از دلایل عمده همین است که مردم به تجارت آنلاین رو نمیارن و یکی از دلایل عامشان هم این است که یعنی مردم که از بالای فروشنده های آنلاین اعتماد نمیکنن. مثلا از در دلشان شک می داشته باشن که چیزی که ما سفارش میدیم دقیقا همون چیز به ما تحویل میدن یا خیر. و در خارج کشور که هست همه از طریق می خرید و فروش آنلاین و از طریق می تجارت آنلاین خرید و فروششان صورت میگیره، چون اونا که هست کردیت کارت ها می داشته باشن که امی خود کردیت کارت ها که هست خرید و فروش خیلی به مردم اونجا آسان میکنه. خرید و فروش آنلاین شاید تا 1 دهه گذشته سهم قابل توجهی در میان جوامع نداشته و کمتر کسی فکر میکرد که خرده فروشان آنلاین بتواند از بازار خرید و فروش سهم داشته باشند. اما سادگی پرداخت و خرید در فروشگاه‌های آنلاین باعث جذب افراد شده و بازار تجارت الکترونیک را گسترش داده است. رخشانه فیضی یکی دیگری از بانوانی است که از طریق آنلاین خرید میکند. او میگوید تجارت آنلاین و خرید از این طریق سهولت‌هایی را برای ما فراهم کرده است. مدت 2 ماه میشه که من از فروشگاه آنلاین یا کسایی که فروشات آنلاین انجام میدن خریداری میکنم. اجناسی را که میخرم یا خریداری میشه یا با فروش میگذارن و تبلیغات میکنن تا جایی که خودم خریدیم و استفاده کردیم. اجناس خیلی خوبی هست با کیفیت و میشه انسان تا مدت های استفاده کرد از اون. و مزایایی که همین خرید آنلاین
آنلاین داره همین است که مثلا مانند انسانایی که مثل خودم که نمیتونه بره بازار و خریداری کنه، وقت نداره، همونقدر برش وقت نمیشه که بره از بازار خریداری کنه، میشه انسان آنلاین سفارش بده و برش تا به در به منزل که هست برسه برش و در خانه خودش نشسته و صاحب همون چیزی که میخواه شوه و هر چیزی که دلش هست همون را خریداری کنه و مورد استفاده قرار بده. تجارت آنلاین فعالیت رو به گسترش در جهان است که میلیون ها نفر در جهان را به خود معطوف نموده است. طبق آماری که از سوی سازمان بین الملل در سال 2023 گرفته شده است، در سال 2022 عواید بازار آنلاین به 5.695 تریلیون دلار آمریکایی رسید.